ای پدر ما رو هدایت کن. خداوند به لب‌های ترسان من قوت بده، به این پیغامی که تو برای کلیسات آماده کردی قوت بده، تو هر آنچه که خواست و اراده روح القدس گفته بشه، نه انسان. به نام عیسی مسیح آمین. عزیزان، طبق صحبت‌های که الان شد، دوست دارم 2 کتاب به شما پیشنهاد بدم. یکیش Jesus and the Powers، عیسی مسیح و قدرت‌ها، از انتی رایت و مایک برت که استاد دانشگاه منم هست، همچنین کاوه عزیز، خدای عزیز. و همچنین کتاب Scandalous Witness از لی سی کمپ. یک کتاب بسیار عالی هست که راجع به سیاست و الهیات آمریکا صحبت میکنه که چجوری ما باید به تمامی این مسائل نگاه کنیم. اما قبل از اینکه شروع کنیم دوست دارم با یک مثال پیغامم رو شروع کنم. یک مثالی هست، میگه اگر کسی امروز منتظر باشه تا خونه‌اش آتیش بگیره و بعد نقشه راه فرار اضطراری رو بچینه، خیلی دیر عمل کرده. این صحبت به این معناست که امروز اگر ما داریم این مسائل رو میبینیم، به عنوان مسیحیان غافلگیر نمیشیم. اگر داریم با این مسائل روبرو میشیم، واسه ما تازه نیستند، بلکه اتفاقاتیه که از قبل بوده. تا بوده جنگ‌ها و شرارت و قدرت‌های انسانی به ضد انسان استفاده کردن تا انسان رو فلج کنن. چیز جدیدی برای ما نیست. متاسفانه همیشه این بوده و شرارت همیشه توی دنیا کار کرده. پس هدف از این پیغام عکس‌العمل نسبت به شرایط حال حاضر ایران و دنیا نیست، بلکه نمایان کردن و نور انداختن بر راه فراریه که خدا از قبل برای مردم خودش تعیین کرده. و اون راه فرار، اون راه نجات، بازخرید شدن فرزندای خدای زنده است که از طریق عیسی مسیح در انجیل خودش اینو به ما وعده میده که تا با هر شرایطی که داریم زندگی رو میبریم جلو، بدونیم تنها راه برای نجات عیسی مسیحه، نه هیچ کس دیگه. انقلاب یعنی تغییری که قرار است همه چیز را کامل عوض کند. اما انقلاب‌های سیاسی در واقع فقط ظاهر را عوض می‌کنند. نسل ماجرا را. خشونت به وجود می‌آید و قدرت از یک گروه به گروه دیگر می‌رسد. اما وقتی گرد و غبار فرو می‌نشیند، کشته‌ها دفن می‌شوند، اوضاع تقریباً همان است که قبل بود. باز هم عده‌ای قدرتمند بر بقیه حکومت می‌کنند و از آنها به نفع خودشون سوء استفاده می‌کنند. همون طمع، همون بیرحمی، همون شهوت، جاه طلبی، حرص، ریاکاری دوباره تکرار میشه. چون انقلاب‌های انسانی در اصل چیزی رو تغییر نمیدن. تنها نیرویی که واقعاً میتواند بی‌عدالتی و شرارت انسان را به هم بزند، قدرتی هست که در مسیح جریان دارد. این سخنان یک شخصیه که 50 تا کتاب راجع به جنگ و زندگی مسیحی داره، به اسم توماس مرتون، راهب و الهیاتدان قرن 20 و شرایط جنگ‌های مختلف رو اینجوری توضیح میده. ما میدونیم که امروز در شرایطی هستیم که داریم در شرایط خیلی اضطراری به سر میبریم، ولی خوبه که از مثل خواهرمون که گفت، از تحقیقات‌های مختلف، از کتاب‌های مختلف، از اشخاصی که با این قضیه قبلا ضربه خوردن و روبرو شدن استفاده کنیم برای اینکه بهتر بفهمیم داریم چه قدمایی برمی‌داریم. و اما لی کمپ که بهش اون کتابی که بهتون پیشنهاد دادم، Scandalous Witness، اینجوری میگه: ایمان مسیحی آخرین امید بزرگ زمین است. اگر ادعاهای اصلی آن درست باشد، این باید حقیقت داشته باشد.
که مسیحیت در ساده ترین بیان خود به این اشاره می کند اسارت شکست خورده و مرگ مغلوب شده. چه آزادی بزرگتر از این که اسارت شکست میخوره و مرگ مغلوب میشه. نه این پادشاه، نه پادشاه بعدی، بلکه اسارت و خود مرگ، دلیلی که تمامی دنیا امروز به خاطر اون در جنگ با خودش و مردم دورش. در افسوسیان 4 باب 8 میگه عیسی اسارت رو به اسارت برد تا ما آزاد باشیم. کلام قدوس خداوند قبل از هر اتفاقی که بخواد برای ما بیفته برای ما برنامه داره، چون خدای ما خدای زنده است. پدر ما پدریه که برای نجات ما از قبل برنامه ریخته. ما امروز درونش وایسادیم ولی خداوند از قبل بهش آگاه بوده. اما ولی وقتی این ادعاها رو میشنویم با خودمون میگیم پس این همه تلاش مردم چی؟ فقط مسیح؟ رشد اکونومی چی؟ تکنولوژی چی؟ نیروهای اتمی؟ انقلاب‌های سیاسی و دینی؟ تحولات مدنی؟ کارهای نیکویی که بقیه انجام میدن؟ آیا این تاثیرگذار نیست؟ چرا هست؟ پس بیاییم با هم یه ذره عمیق‌تر بشیم. عیسی هم راهی است که قدرت الهی از طریق او وارد جهان می شود و هم الگویی است که نشان می دهد این قدرت چگونه انسان و جهان را تغییر می دهد. اما مشکل اینجاست که قدرت انسانی اغلب فاسد می شود به خاطر میل سمی به قدرت، به وابستگی، به بت‌ها در هر شکل و نوعی. این فریب خوردگی با نیروهای تاریکی در جهان شروع میشه. نیروهایی که قبل از افتادن آدم و حوا که ما امروز بهش شریر میگیم، شیطان میگیم، از جلوی خداوند میفته. اما داستان کتاب مقدس که اوج اون در عیسی مسیح به پایان میرسه به ما اینجوری میگه خدا میخواد همه قدرت‌ها زیر فرمان عیسی قرار بگیرن. این یعنی نجات انسان‌ها با محبت الهی، شفا یافتن خلقت به وسیله روح القدس و پذیرفتن عیسی به عنوان خداوند و داور انسان‌ها، هم بر ستمگران و هم بر نیروهای شیطانی. پس اینجا ما به نتیجه میرسیم که انسان نه اینکه نخواد، ولی به خاطر اینکه گرایشش به سمت وابستگی‌ها، قدرت‌ها، بت‌ها و چیزای این گونه هست و به خاطر سمی بودن اون شخصیت و ناسالم بودن خودش و جامعه پیرامونش رو ضربه میزنه. حالا داستان کتاب مقدس و مژده انجیل ما رو جای ملاقات میکنه که در این جنگ گیر کردیم. ما الان دقیقاً همینجا هستیم. جنگ شرارت در ایران. ما اینجا خودمون رو پیدا کردیم. اینجاییم. تو همین مکانیم. شرارت سطحه داره. قدرت داره به ایران. ما اینجا خودمون رو پیدا کردیم. و اینجاست که انجیل عیسی مسیح میخواد با ما ملاقات کنه که پادشاهی فقط از آن یک نفره و یک نفر لایقه. عیسی مسیح خداوند، پادشاه، قاضی و رهبر تمامی دنیا، چرا که در عدل خودش برای ما جان خودش رو داد. نه هیچ جای دیگه بلکه عیسی مسیح. در پایان خواهم گفت که چرا مهمه ما در کنار عیسی مسیح، در کنار برادران و خواهران دیگه‌مون که ایمان ندارن در تظاهرات شرکت کنیم. ولی مهم اینه همینجور که خواهرم گفت اول بدونیم داریم از چی آزاد میشیم که بتونیم در اون آزادی زندگی کنیم و ادامه بدیم، نه اینکه یک آزادی دیگه مثل اسارت واسه ما بشه بعد برای فرار کردن ازش راهی نداشته باشیم. آمین. صلیب برای ما قدرت حساب میشه. صلیب جواب نهایی خدا به مرگ و گناه بوده، هست و خواهد بود. عیسی مسیح خداوند ما پادشاهی خودش رو بر زمین این چنین نمایان کرد که هر کس می‌خواهد در میان شما اولین باشد باید غلام همه گردد.
تخت پادشاهی پادشاه ما عیسی مسیح صلیبی بود که به روش میخکوب شد. خوب توجه کنیم به این حقایق الهیاتی و علمی راجع به شخصیت و زندگی عیسی مسیح. تخت پادشاهی پادشاه ما، خداوند ما عیسی مسیح صلیبی بود که به روش میخکوب شد. نمونه پادشاه بودن عیسی مسیح بر روی زمین برای ما این بود که برای ما غلام بشه. برای ما غلام بشه. بر ما سلطنت نکنه. اگه بتونین آیات مرقس باب 10 رو بذارین ممنون میشم. و این انجیل و مژده زیبا که پادشاهی برای ما به روی زمین میاد تو جان خودش رو برای ما بده، همینجور که در آیات میخونیم، چنان که پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند بلکه آمد تا خدمت کند و جانش رو چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد، فدیه کند. این پادشاهیه که ما میخوایم دنبال کنیم. این شخصیه که ما میخوایم در کنارش، در کنار مردم خودمون در این تظاهرات شرکت کنیم. خدا برنامه‌اش برای نجات انسان رو در رویدادهای مختلف زندگی عیسی مسیح بر انسان مکاشفه میکنه. باز دوباره میگم، خدا برنامه‌اش برای نجات انسان رو در رویدادهای مختلف زندگی عیسی مسیح بر انسان مکاشفه میکنه. منطق خدا با منطق انسان یکی نیست. خدا نشون میده اختلاف بین پادشاهی خودش و انسان رو از طریق زندگی عیسی مسیح. با من هستید؟ با من هستید؟ خداوند، خدای ما، پدر آسمانی ما، از طریق رویدادهای مختلف زندگی عیسی مسیح پادشاهی خودش رو برای ما مکاشفه میکنه. پادشاه بودن عیسی رو برای ما مکاشفه میکنه. به چطوری؟ چه شکلی؟ آیاتش هست. پادشاهان جهان بر مردمشون اربابی میکنند. پادشاه ما غلام میشه. پادشاهان جهان جان میگیرند، شاه ما جان میده. پادشاهان جهان مردم عادی رو کوچیک و برده میبینن، پادشاه ما رو فرزند میخونه. خداهای دروغین و خداهای دیگه و بت‌های کوچیک با ظلم و ترس بر مردمشون رهبری میکنن، اما خداوند ما برای اینکه ما داوری نشیم به جای ما محکوم میشه. خود ما نمیتونیم خودمون رو ببخشیم، اما پادشاه ما رو میبخشه. شکر. در زندگی هامون شکست ها هست، اما عیسی مسیح شفا میاره. انجیل عیسی مسیح فقط برای نجات ما نیست، بلکه فراخوان و دعوتی به پادشاهی خدایی هست. فراخوان و دعوتی به پادشاهی خدایی هست که ما رو توانمند میکنه، و از تخت خودش روح القدس خودش رو جاری میکنه تا ما هم مثل عیسی پادشاهی واقعی خدا رو در زندگی های خودمون اجرا کنیم، در حالی که منتظر بازگشت عیسی هستیم. پس پادشاهی خدا فقط به صلیب کشیدنش و به زمین اومدنش تموم نمیشه، بلکه به آسمان رفتنش، صعود کردنش و قدرت روح القدسش رو برای ما فرستادن و زندگی ما در عیسی مسیح و انجام دادن اون کارهایی که عیسی میکرد تا این پادشاهی که هنوز کامل به زمین نیامده بخشش نمایان بشه. اما تا زمانی که در این زمین هستیم با دردها روبرو هستیم و مرقس باب 4 آیه 35 تا 41 این رو به ما اینجوری یادآوری میکنه. اگر لطف کنین آیات رو بذارین ممنون میشم. زمانی که زندگی های ما مثل این داستانی که ما در مرقس میخونیم، این واقعی که در مرقس میخونیم، با چالش های مختلف روبرو میشه، در طوفان های مختلف خودمون رو پیدا میکنیم، قابلیت این رو داریم که به این توجه کنیم که کشتی من رو طوفان داره غرق میکنه. و زمانی که قایق ما داره غرق میشه، قایق ما اینجا فکر و افکار ماه
که با تلاطم‌های مختلف زندگی حواسش رو از روی شخصیت عیسی مسیح که برای ما چیکار کرده ور می‌داره. و زمانی که در قایق ما آب زیاد میشه و نزدیک میشیم به غرق شدن، زمانی که ذهن و فکر ماها از مشکلات پر میشه، زمانی که نفس کشیدن واسه ما سخته، سینه های ما کیپ شده از این ویدیوهایی که داریم میبینیم، از این کانتنتی که داریم مداوم به خودمون میدیم و فقط حواسمون به این مشکلات هست، به جای میرسیم که مثل یاران به عیسی مسیح چی میگیم؟ استاد تو را باکی نیست که غرق شویم؟ واسه تو مهم نیست ایران من؟ واسه تو مهم نیست جان عزیزان من؟ واسه تو مهم نیست که داره این اتفاق واسه من میفته؟ چرا؟ خیلی براش مهمه. زمانی که در کنیسه در چند تا باب قبلتر عیسی اعلام میکنه که من آمدم تا دیدگاه و شفا بدم به کسانی که کور هستن، شفا بدم آن کسی که لنگانه، آزاد کنم آن کسی که اسیره، 2 تا کوچه بغلترش رومیا دارن یهودی‌ها رو میکشن. زمان عیسی با زمان ما زیاد فرق نمیکرد. شرایط عیسی با شرایط ما زیاد فرق نمیکرد. خداوند همه چی رو میدید. و عیسی به اونا میگه چرا ترسانید؟ اگه بتونیم بریم اسلاید بعد. دیگه چرا ترسانید؟ توی انجیل متی میگه ای کم ایمانان، آیا باور ندارید؟ وقتی عیسی میگه چرا چنین ترسانید، آیا هنوز ایمان ندارید، اینجا منظور عیسی این نیست که چرا به شک افتادی یا چرا هراسان شدی. منظور عیسی این نیست. چرا داری گریه میکنی؟ چرا داری پست میذاری؟ چرا داری این کار رو میکنی؟ اتفاقا عیسی با اینا اوکیه. به خاطر اینکه شاگردان باید به سمت عیسی میرفتن تا عکس العملی از عیسی بگیرن. اینجا خیلی درس مهمتری داره میده که تو توی شرایط مختلف زندگی خودت چطوری به سمت عیسی میری. منتظری همه چیز عالی بشه، تمیز بشه، بعد بری به سمت عیسی، یا واقعا اگه به اون شرایط رسیدی که احساس کردی همه چیز من داره از بین میره، من هر جوری شده خودم رو به سمت عیسی میندازم. پس 2 تا چیز مختلف رو داره نشون میده. عیسی داره در واقع به یارانش یاد میده چطوری در طوفان‌ها به عیسی خدای واقعی، خدا از خدا، نور از نور اعتماد داشته باشن. چطوری کنارش بمونن و نترسن. خیلی وقتا صدایی نیست. خیلی وقتا دعاهای ما براش جوابی نیست. تلاش‌های ما بیهوده است. ما فکر میکنیم به در بسته میخوریم، انگار خدا در قایق راحت گرفته خوابیده و انگار هیچ صدایی نیست. هیچ کسی دعای ما رو نمیشنوه. قایق ما پر از آب شده، دیگه تمرکز برای زندگی نداریم. اما یک حقیقت واقعی اینجا وجود داره که عیسی در قایق هست. منم که توجهم رو از عیسی برداشتم. عیسی اینجاست، منم که بهش توجه نمی کنم. تا زمانی که به شرایطی میرسم که توان خودم دیگه قابلیت اینو نداره زندگی ما ادامه بدم، تسلیم میشم خدایا و بعد میگم خدا اومد. نه، خدا بود، من حواسم نبود، من تمرکزم روی طوفان‌های زندگیم بود. عیسی همیشه در قایق بود. عیسی همیشه در آرامش بود، چون میدونست وقتی که به اونها میگه آیا هنوز ایمان ندارید؟ میگه کارهای منو ندیدین؟ با من نبودین؟ زمانی که شفاعت توی زندگیتون اومد من کنارتون نبودم؟ زمانی که نیاز داشتین من با شما راه نرفتم؟ در چیزهای کوچیک و بزرگ زندگیتون من عصای دست شما نبودم؟ چرا؟ ولی حواستو از من برداشتی، داری به طوفان‌ها نگاه میکنی. عیسی مسیح زمانی که داشت به صلیب میرفت و انقلاب واقعی رو به وجود می آورد تا برای همیشه مرگ و گناه از انسان جدا بشه، داشت در تنها ترین مسیر تاریخ قدم برمی داشت. پسر خدای زنده، پدر کنارشه، ولی عیسی جسم پوشیده در باغ گتسیمانی میگه اگر ممکنه این جام رو از من بردار. یعنی من نمیتونم. این رابطه‌ایه که پسر خدا با خدا پدر ما داشت.
نیست که در طوفانیم، مهم این نیست که در طوفان نگاهمون به کیه. در این تنها ترین مسیری که داشت عیسی قدم برمی داشت، تا جایی که حتی پدر روش رو از گناهایی که بر صلیب بر مسیح جسم پوشیده بود برمی داره، این خدایی که ما داریم دنبال میکنیم. اما عیسی میدونست که پدر هست. چرا؟ که بعد از این که میگه خدایا چرا منو وانهادی، که اصلا این یک پروفسی مزموره، یک نبوتیه که باید مزمور به اتمام میرسید. آخرین جمله عیسی قبل از این که بخواد به قبر بره این هست که پدر، جان خود را به دستان تو میسپارم. من این جان خودم رو به دستان تو میسپارم. خدای ما خدایی نیست که به خاطر اینکه الان توی مشکل هستیم ما رو نبینه یا ما رو ندیده. خدای ما خداییه که منتظره در طوفان بیدارش کنیم. خدای ما خداییه که منتظره تا ما باش رابطه داشته باشیم. خدا از خدا بودنش مطمئنه. آیا اعتماد ندارید؟ این جمله‌ای که عیسی به یارانش میگه، مطمئنه که خداست. ما چی؟ یارانش که باهاش بودیم، کشیشای کلیسا، شبانای کلیسا، رهبرای پرستش، کسانی که گروه‌های خانگی رو لید میکنن توی این شرایط ایران. شما چی؟ به سمت عیسی مسیح با دست و پا میایین؟ آره، آمین که میایین، چون خدای ما خدای زنده است. شکر خدایی که نیکوست. خدای ما خدای دردآشناست، از مشکلات ما خبر داره. امروز هیچ چیزی از چشمای او پنهان نیست. خدا خواب نیست، در قایق کنار ما نشسته. اگر عیسی جسم پوشیده نیاز داشت به پدر اینقدر اعتماد کنه تا در تاریک ترین زمان زندگی خودش که هیچ چیزی مشخص نبود از سختی‌های زندگیش عبور کنه، برادر و خواهر من، چقدر امروز ما نیاز داریم در این شرایط به خدای واقعی پادشاه خودمون اعتماد کنیم. آمین. اگر نمونه ایمان ما عیسی مسیحه، ما باید یاد بگیریم چطوری از تاریکی ها با نمونه ایمان ما عیسی مسیح قدم برداریم، چجوری نمونه خودمون رو بتونیم در زندگی خودمون اجرا کنیم. به خدا اعتماد کنیم که تخت پادشاهیش صلیب بود و روش پادشاهیش غلام بودن نسبت به فرزندان خودش. خدایی که امروز توانایی خودش رو، روح القدس خدا رو در زندگی های ما به کار میگیره تا با قدرت حتی از تاریک ترین وادی های زندگیمون رد بشیم. مال جان اگر لطف کنی مزموری رو میخوام بخونم. در افسوسیان باب 3 پولس میگه که جلال بر خدا پدر ما که هر خانواده‌ای از آسمان از اون نام میگیره و دعاش برای ایمانداران در افسوس هست. پولس داره بهشون میگه شما تا الان با تربیت‌های خانوادگی خودتون که بسیار نیکو است، با تلاش‌های بسیار زیاد پدر مادرای خودتون که بسیار نیکو هست به اینجا رسیدید. ولی امروز پدر شما، خدای شما به شما نامی داده بالاتر از هر نام دیگه، عیسی مسیح. شما از خدا ارث بردین. شما پادشاه هستین، شما شاهزاده هستین و دارین پشت کسی حرکت میکنین که ارثیتش به شما میرسه، قدرتش به شما میرسه، قادر بودنش به شما میرسه. امروز این پیغام برای ما این معنی رو داره که زمانی که من کنار برادران و خواهران خودم در این تظاهرات میرم، زمانی که هر پستی میذارم، زمانی که هر مطلبی رو اعلام میکنم، ما خودمون وسط اعتراضات هفته قبل بودیم و خواهیم بود و تا پای مرگ خواهیم بود اگر خدا اجازه بده. نه با غرور، بلکه دعای من این است که خدای ما رو در آزمایش نیاور بلکه از شریر رهایی ده. من به خواست خودم اینو نمیگم که برم اونجا کشته بشم یا از این قلوفای بدون عمل، ولی خواهیم بود تا جایی که خدا اجازه بده. اما حرف اینه که زمانی که اونجا وایسادیم ما کی هستیم؟
ما تاثیر میذاریم یا اونا روی ما تاثیر میذارن؟ ما خداوند رو اعلام میکنیم و آزادی واقعی رو اعلام میکنیم یا آزادی‌های دیگه که ما رو بعداً دوباره به اسارت میبره؟ ما امروز واسه آزادی کنار هم وایسادیم، شونه به شونه هم، مثل زنجیر، و میدونیم که این شرارت در ایران پایان پیدا میکنه به زودی به نام عیسی مسیح. اما بعد از آزادی ما قراره چجوری ایران خودمون رو هدایت کنیم؟ جوانهای ما، نوجوانهای ما چجوری قراره هدایت بشن؟ از چی قراره آزاد بشن؟ چه آزادی هایی قراره در کشور ما بیاد؟ چه چیزی قراره کشور ما رو هدایت کنه؟ این مهم هست که ما بدونیم ما فرزندان خدا هستیم و در پادشاهی او آزاد شدیم تا این آزادی رو با خودمون حمل کنیم و بقیه این آزادی رو نشون بدیم. عزیزان اگر لطف کنین با من بلند شین، من میخوام برای کشور خودمون دعا کنیم. این مزمور در تاریک‌ترین زمانهای زندگی من هدایت کرده و میدونم زمانی که اینو بخونم بغضم میترکه، ولی بیایم واسه ایران خودمون این دعا رو بکنیم. در تو ای خداوند پناه جستم، مگذار که هرگز سرافکنده شوم. در عدل خیش مرا خلاصی ده، گوش خیش به من فرادار و به زودی به رهایم بیا. برایم صخره امنیت باش و دژ استوار تا نجاتم بخشی. به راستی که صخره و دژ من تویی، پس به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری کن. مرا از دامی که در راه من گسترده اند به در آر، چرا که تو پناهگاه ایران ما هستی. روح خود را به دست تو میسپارم، تو مرا فدیه کرده ای یهوه خدای امین. مرا با پیروان بت‌های بی‌ارزش کاری نیست. من بر خداوند توکل دارم. محبت تو مایه شادی و سرور من خواهد بود، زیرا که مصیبت ایران ما رو تو دیده ای و از تنگی های جان فرزندان ایرانت نیک آگاهی. مرا به دست دشمن نسپردی، بلکه پاهایم را در جای وسیع برپا داشتی. خداوند تو نیکو هستی، آزادی از آن توست، پادشاهی، قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. تو هستی که ای خداوندم رهبری میکنی از مردمین خودت به عنوان ظرف‌هایی که روح قدوس تو رو، قوتمندی تو رو در میان مردمت نمایان میکنن استفاده کن. به نام قدوس عیسی مسیح هر کسی که برای تو ای خداوندم وایساده اون رو برکت بده. هر کسی که برای آزادی مردمش وایساده برکت بده. ای پدر جان به مردم ایران ما حکمت بده تا در این شرایط با حکمت، فروتنی و محبتی که از جنس پادشاهی عیسی مسیح خداوند زنده است هدایت بشن. ای خداوند هر آنچه که ما رو به اسارت کشیده تو درهاشو ببند در ایران و به نام قدوس عیسی مسیح روح القدس خودت رو بر تمامی ایران آزاد کن. به نام قدوس عیسی مسیح مسح آزادی بر مردم ایران خودت بیار. همون مسیحی که بر مسیحیانی بود که بعد از 300 سال آتیش گرفته شدن، شکنجه شدن در حکومت روم رو به زانو در آوردن. با محبت عیسی مسیح، با پیغام تو، با بشارت دادن و با محبت در زیر این شکنجه ها دوام آوردن. خداوند تو پادشاه ما هستی. اجازه بده ما به عنوان نمونه نیکو از تو یاد بگیریم
و از طریق روح قدوس تو در این شرایط حساس هدایت بشیم. به نام قدوس عیسی مسیح.